فإن استقى الحديث كتاب الله فإن خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناه في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشا قليلا ما تشكرون. هیچ شک نیست که الله جل شانه بیگمان که الله جل شانه حاکمیت میده، تمکین میده، حدود خود را نافذ میکنه، شریعت را قایم میکنه، نظام اسلامی را به وجود میاره فی الارض در روح زمین. ولقد مکننا، بیگمان بیشک که الله جل شانه یک روزی حاکمیت اسلامی را از آن مسلمان ها میگردانه، نظام اسلامی را از آن مسلمان ها میگردانه. حدود و تمکین و قصاص و تعزیر و دفاع و محبت از مسلمین و براعت و مقاتله و مجادله با کفار را الله جل شانه یک روزی از آن مسلمین میگردونه، چنانچه که در سوره اعراف آیت 10 میفرماید ولقد مکناه فی الارض. به درستی که الله جل شانه حاکم میگردونه در روح زمین و جعلنا میگردونه از برای آنها لکم فیها معیشا قلیلا ما تشکرون. از جاهای مختلف مسلمان های از رنگ مختلف، زبان مختلف در روح زمین الله جل شانه شریعت الله را حاکم میگردانن و الله جل شانه برای اینها قرار میده ضرورت های زندگیشان، نیازهای زندگیشان، اسباب و ابزاری که در زندگی نیازمند هستند، مقاصدشان دین هست و ضرورتشان دنیا، الله اینا رو پره میفرماید. اما کم مردم هست که شکرگزار الله و شکرگزار سنت رسول الله و شکرگزار دین باشه. بسیار مردم های کمی پیدا میشن که دفاع از شریعت الله و دین الله و اعمال نیک بکنن. کم مردم پیدا میشن که خود را تسلیم بکنن به حدود الله جل شانه. همینطور یکی از دلایل حق بودن همیشه اکثریت نبوده، هر چی زیاد باشه او حقه. بعضی از دعوت‌های باطل مردم متاثر ساخته، میگه همین هر کاری که مردم زیاد کرده محقه. 7.5 میلیارد کافر، 5.5 میلیارد کافر، 1.5 میلیارد مسلمان. آیا کافر حق است؟ نه، خب زیاد هستن دیگه. هر چیز تاریخ زیاد دیش او شاید حق باشه. تورات، انجیل و زبور پیش قرآن تاریخ داره، خب اجازه عمل کردن نیست. هر چیز که موافق قرآن و سنت و دلیل باشه او حق است. خب یکی از علائمی که تمکین میآید، نظام اسلامی میآید، حدود الله جاری میشه، نظام های کفری از بین میره، کافر و مشرک و مرتد و منافق به دست مسلمانان و مجاهدین و موحدین ذبح میشه، کشته میشه. او چیست؟ ظهور مهدی علیه السلام هست. امام مهدی که ظهور کرد، عیسی علیه السلام از آسمان ها آمد، 100% حدود الله جاری میشه، حاکمیت اسلامی هم میآید. راضی باشی نباشی. و اونها که با کافر دوستی دارن و پیمان دارن و غلامی دارن، اینا ان شاء الله از در شمشیر عدالت تیر میشن و به جهنم الله فرستاده میشن. الله جل شانه ما از متبعین کتاب الله و سنت بگردانه و حاکمیت اسلامی را پیش از مرگ نصیب ما بگردانه که زنده باشیم و حدود الله را به چشمای خود مشاهده بکنیم.